وسلم در حدیثی فرمودند که زن عورت است. درسته؟ حجاب ستر است، زن عورت است. اگه زن عورته، صدای زنم خیلی وقتا عورته، اما نه همیشه. پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیثی می‌فرمایند که هیچ مردی حق نداره خودشو به شکل زن یا ادای حرکت‌های زنانه رو داشته باشه و هیچ زنی هم حق نداره که خودشو به شکل مرد یا ادای حرکات مردانه رو داشته باشه. بعد میگه خدا و رسول خدا لعنت کردن مردی که خودش را به شکل زن و زنی که خودش رو به شکل مرد در بیاره. تشبه لعنت کرده، یعنی از رحمت خدا به دور. خدا لعنت کرده و رسول خدا صلی الله علیه وسلم. اما امروز خیلی مردا هستن که لباس زنانه میپوشن. خیلی مردا هستن که دیگه از زنها هم آرایششون کاملتره. مردانی هستن که ابروشون رو برمیدارن. تلویزیون نگاه نکرده همینایی که فیلمای کودک بازی میکنن؟ دیدید که اسمشون رو من نمیدونم، ابروهاشون رو نگاه کردید؟ خیلی از مردا هستن موهای سینه‌شون رو با مواد خاص میزنن. آرایش میکنن، بند میزنن. این دیگه خب دیگه میدونید که چی دارم میگم. و خیلی از زنها هستن که لباس مردانه میپوشن و الان رسمه که خیلی از زنهایی که خودشونو به شکل مرد در میارن میرن پیش طبیب و پزشک، یک سری جراحی هایی میکنن، سینه هاشونو بر میدارن. طب چقدر بی ارزش شده. من همین سفر قبلی که تهران بودم تو رمضان دیدم خیلی از زنا بینی هاشون تو فرودگاه که می آمدن کسب زده بودن. یه مورد، دو مورد، بعد دیدم نه یک مورد، 10 مورد و 20 مورد و سبحان الله. بعد که متوجه شدم سوال کردم، گفتن اینا ظاهرا جراحی پلاستیک میکنن، یعنی به بینی خودشون که خدا دادیه. خیلی چیزای دیگه که آدم شرمش میاد. اما صدای زن حق نداره صداشو شبیه مرد کلوف بکنه. درسته که گفتن که زن نباید با صدای نازک و اشوه و باریک غیر طبیعی جواب مرد بده، حالا چه تو تلفن، چه پشت در، چه تو اماکن عمومی که میره، تو مدرسه، دانشگاه، جاهای دیگه. در خانه حق نداره صداشو بیش از حد کلوف بکنه که شبیه صدای مرد باشه. این خودش یک نوع تشبه هست. اما حق هم نداره صدای طبیعی خودشو دوباره تبدیل بکنه و نازکتر و باریکتر با اشوه از اون صدای طبیعی خودش. اگه کسی زنگ تلفن زد تو خونتون، مرد خونه نبود، زن با همون صدای معمولی خودش بدونی که خنده بکنه، اشوه بکنه، صداشو باریکتر بکنه، جواب تلفن بده. کیه؟ همون صدای طبیعی خودش. ببخشید شما، نه فلانی خونه نیست، تمام شده رفت. اما قهقه بزنه و بخنده و اشوه بکنه و صداش باریکتر بکنه و این اشکال فنی داره. این او رو در معرض خطر قرار میده. گفت بارالله من پدر و مادر پیری داشتم. خوب دقت بکنید. بارالله من پدر و مادر پیری داشتم و گله گاو و شتر و گوسفند داشتم. عیالوارم بودم، بچه داشتم. هر روز میرفتم گله رو میوردم صحرا، شیر رو میدوشیدم
می آوردم قبل از این که به بچه هام بدم اول به پدر و مادر پیرم میدادم تا اونها بخورن بنوشن از من راضی باشن، بعد به بچه ها و فرزندانم میدادم. تا اینکه یکی از روزها رفتم صحرا دنبال گله، وقتی آمدم که شب شده، هوا خیلی تاریک شده، مقداری از شب گذشته، بچه ها گرسنه‌اند، همه گریه میکنن. شیر تو دستم آوردم، دویدم به طرف پدر و مادرم که هر دوتا خواب رفتن، انتظار کشیدن، خواب رفتن. بچه ها فریاد میزنن، گریه میکنن بابا شیر بده. من همینطور لیوان شیر یا اون ظرف شیر رو تو دستم گرفتم، ایستادم، به بچه هام ندادم که اول پدر و مادرم رو راضی بکنم. و این دوتا همجور تو خواب بودن، بیدار نشدن تا وقت سحر بیدار شدن که من ایستادم سر پا، ظرفم تو دست منه. بعد گفتم بابا شیر بگیر، مادر شیر بگیر بخور. و پسرم تو ایستادی، و معذرت میخوام وقت من آمدم شما خواب بودید، شیرتون رو بگیرید بخورید. خوردن، تشکر کردن. گفت بارالله، اگر احترام پدر و مادر، خدمت پدر و مادر، نیکی به پدر و مادر، احسان به پدر و مادر، رضای پدر و مادر رضای توست و خدمت به اونها رضای توست و دستور توست، تو دستور دادی که من به پدر و مادرم اکرام بکنم، احترام بکنم. خدایا اگر این کار رو من به خاطر رضای تو کردم، مشکل ما رو حل بفرما. هنوز دستش پایین نیامده بود که صخره جابجا شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر میفرمایند پله منبر رو میشمرد، گفت آمین آمین آمین. 3 تا آمین گفت، 3 تا پله منبر که رفت بالا. صحابه تعجب کردن این 3 تا آمین مال چیه؟ جواب داد اولین آمینی که گفتم جبرئیل آمد، گفت ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، از رحمت خدا به دور باد، محروم باد کسی که پدرش یا مادرش یا پدر و مادرش در حیات باشن، سبب آمرزیده شدن گناهان اون پسر نباشن. و این پدر و مادر از دنیا ناراضی از فرزندان از دنیا برن و فرزندانشان در حیاتشان آمرزش از خدا نگیرن به وسیله پدر و مادر. یعنی پیامبر میفرمایند صلی الله علیه و سلم پدر و مادر وسیله است که انسان بتواند از خدا آمرزش بگیره. ولی پدر و مادر رفتن، این فرزند آمرزیده نشد. بگو آمین. گفتم آمین. و علما میگویند دعای پدر و مادر در حق فرزند، دعای خیرش مثل دعای نبی در حق امتش هست. و نفرین پدر و مادرم نفرین خطرناکی است. و امروزه اکثر جوانان از پدر و مادرشون بیزارند، زود از پدر و مادرشون سیر میشوند. هنوز پدر و مادر جوانند، افتاده نشدن سیر شدن.